روم سیاه جای میری مینا هایم ها تنجی ها ردوای شادیف خوشنهای سرحدی آچی ققشمو مرحمت حجتار برارت خاله چیزا؟ حجت روم سیاه یه حجت ای چه خیلی حجت حجت های افتان بشین نه نه تست پس ندارید که ای چه خیلی ماجای عربای من بر آب میرم این هم در قسم نقلیات داخل می شود ای پیش بهود مرا خالت در قشلاق ما آب نیست سویتا حلت میمورن در میگیرن حق ناشکری یک سویت کشی در نمجا نه پدستنسه مونده نه لمپشکه مونده نه نساس آب موند اخ کشتن در گرونده نه اما زبر میرم بر آب همه هر روز به همه عرب میرم از زبر همه یه فلک آب میبیارم و یه دهنم بینه جومی بقه بسته آب زبر خوره این پرابلمی شما حجتار برارت منم جومه کنم دیگه به آبنده دیگه خاله گبه بسیار نکنید این ماشین از سالی برارش چند؟ روم سیاه هیچ تنگی بلیسه یک جا اومدم چنگی ای دادر چه تنگی ماشی های عربانی فلک عربه باز میگم در قسم نقلیات داخل بشود سالی براریش 1945 45 وای بعد جنگ موند دیگه یعنی عربه نمیمونه در جای خیلی ماشینی بانه خاله یک بار همین پاورادنکای پیشه در گرانت و بچه هم روم سیاه تستر آدم مجبور میکنه چیک تو گویا ما دیاشم بچم همه خیرو برو پوران مرگه کردیم کی گوش کنید حجتارتید حجت ندارم من یه دفترچی پنسگیری دارم من میرم آب گرفت و با اگشتم پول پنس میدادن الهیم برکی آبم با میرم علمی حجت علمی دفترچی نفقه حجت اگجای سالش 45 درست کنی خاله شما از اکولوگ نگذشتید از تخ اسماتر نگذشتید سغورتی دولتی نسپاریدید با چی دوا دارید؟ چطنگی تخ اسماتر ای چین؟ ماهای عمید اسماتر میگذاره من حق ناشکر تو شد شما را کدوم آدم ما تخ اسماتر گذاشتن پیش پاد مرمونم گوش کن خاله گبه بسیار نکنید انا پاورانی کار نمی کند انا رده دار چکی ساده این انتیفریز آب بچم در این سن سال انتیفریز چکار میکنه آب رادیاترم با همون رادیاتر من داشت می چکونم مطار چخیل مطار لبا مطار چخیل خوریشش مطار نغزه راست خودش نغزه والا یک لگم مکرون پلو اف نمیگود خاله میگذاریم با قسمی بچه مونم بروم روم سیاه چکا مگه تو این عربه چی گفتادی؟ شما چه جنده پیش روید با قسم قفایی افتامشینه کنی برای چی استاپا در نمیگیرن؟ بچه گفتم که مجبورم نکال چی کت میگم استاپا چی در نمیگیرن؟ عیب او استاپا عیب من نیم عیب کی؟ داده خشم همون لگوشگر ویرو کرده عیب همون داده خشم همه ریاب چیزه میگویی گو نباشه برای چی نامر کهنه زنگ زدگی انا چراغش کار نمیکند یه روم سیاه یه از 45 تا آز چند سال میشد اون نمر عقب زنگ میزنه دیگه همه چنگ خوک لایه در جای در اقفال چنگ خوک اقفال این نمر پیشم بیبجمی بیا مونم بروم در دیداد مرم مایلش انین گلوشی تیلتونم انا دو گرفتگی یعنی که دودی کبود میکند این اکولوگا وی رون بچم اوه مجبورم میگی چی کن میگم والی
چی خیلی آ مربوط؟ گلوشی تل دو گرفتگی های جدا گرفتگی های؟ او انا همین حاضر با همین اسباب من میبینم که چه خیل انا اکولوگ و این روم میشود روم سیاه چی نگاه بلایی او اسباب تو دایی گلوشی تل شو لگه دا گلوشی تل خودت کن بیارا ای خاله ای چه مگویی چی؟ من ترمزام هم کار نمیکنم